مقصده بدانید وقتی که شکار میرود بعد میبینن که در روی تابستان یک مور خواب کرد مور کالیش بالا کرده بعد با همون مور تیر میپرونن تیر رفته با خرچنگ با تابستان زده پریده میرود جای همون آتش پیدا میشه از همین جشن صده میگن بسم الله الرحمن اول برنج میگیری چند کیلو مثلا با 1 کیلو برنج 250 گرم روغن اگر خواهید که آش کمی روغنی بیاد کم روغن الان بعضی ها میگن که همین خاطر که روغن صغیر داغ میکنیم شیرین نمیشود این یگانه راه شیرین شدنش همین روغنی پخته یا روغنی افتاب پرست رو من همه خیلی داغ کرده دودش میبرورید بعد از بالایش همه روغنی صغیر میریزید وقتی کرده یک باره چیزی که دارد تلخی که دارد میسوزاند بسم الله الرحمن الرحیم ما در حیرت شدم که این چه سوری تا حالا ما رو پاس نه هیچ در پنجکن سبزی سرخ نیست و باشدم قریبی نمیخورم این در پنجکن در سمرقند در بخارا در خوجند بعضا سبزی سرخ شیرینی دارد نه که همه وقت نه بعضا غلیظ خور میشه توگ بیاد این اگر نه کار فرمایید پخته تانی دیگه در سفید در دک مشهور است اول به نمک نمیاندازم برای اون که سبزی خوب میکنه سخت نمیجوشم برای اون که هم سبزی آب میشه هم گوشت بریان کردگی ناز نپخته سخت میمونه بسم الله الرحمن الرحیم همین برابر وزنی روایت هست اگر ما حاضر آب بلند آب بلند کنیم یک بوره آب خشک می شود و برنج نارسیده میماند یعنی پا دراز نمیکنه سخت میماند ملایم نمی شود اینا علاوه همین بعد از آب انداختن وقتی که جوشید باید که ملایم جوشد علاوه تگش هم باید پست باشد خوب باشد در همین مورد باید آدم نمکش چشد نمکش میچشید که اگر کم نمک باشد یعنی شور نباشد کم نمک باشد با شما نمک اضافه میکنید معتدل است
Bismillahirrahmanirrahim. Ulan lakşiş. Luh. Luh. Amin boya luhça boya. İyi. İne. گنبد لایق گنبد پروردگار میگفتیم گنبد پروردگار